тамошо кардан бигирем рӯзе. Агу барои нигоҳ кун, зиёд нигоҳ кун. Шумо нигоҳ кардан бигирем. خب برادر عزیز السلام علیکم و رحمت الله. نگاه کنید همین روز در اینستاگرام یک پیشم برو دیدم صاف بنگ به ناموس به اور جمع شدگی در همینجا دمی دو جلب دیگه در گفتی گپو در همونجا در بالای سرشون پول پوشیده استیانه پول پرتوفته استیانه نغمای زیادی و گفتی گپو نمی به آبرو کردن خچونه و اولادشونو بگیم خانواده‌شونو پدر و مادر این همین زن دوران کودک دوران برادر از نگاه کنید که میخیزن میان روسیه میان تاکسی کار میکنن گرانیچه میروان میان مثال انا پول کار میکنن اد سمپل میبینن میدوان میروان در خیلی بباس حرف میکنن در کارهای حرام صرف میکنن آخه زن فرزند داری پدر مادر داری تاجیکستان دا باید امیده که فرزندی ما کار کرده است گفتی گپو انا خونه را نگاه میکنه گفتی گپو اونجا خیلی خدمت خیلی کار کرده است و با امیدن نه اینکه مثال خیلی ایت اجداد ندارن و یا تو میویجا آبروی ملت هم میرزونی به این کارات آبروی گفتی گپو پدر و مادر تمام آبروی خودت هم شرمنده وار میشه حرامی یک چیزی هست که آدم شرمنده میکنه میفهمی شما چه با کدام رو تون شما میخیزین در گیردی سری مثال همون پیش پوی همایو مثال پول میپرتوین تو برای کودکی خدا در یگان سم پرتو برای نه ینگام در خونه در گفتی گپو در پینهولی بالای سری زنه در پول پرتو گفتی گپو سوم بته یک حجتی زنکته و که این زنها برای ما رو امانت انده برادر عزیز نگاه کنین که امانت انده از جانب الله رو ما باید خوب نگاه داریم هر یک صدقه میکنیم در همه اگر میکنیم با الله سبحانه و تعالی دو وجه با مدامته میفهمی شما میره مثال تو میبروی با حکمتی با مقصدی کارکنی میره چند فرزندی داری کو قطعی زند یا جویا و یا در خونه شتگی انترجه دارن رزق اینها رو الله سبحانه و تعالی در تو میته حتی بگیری دقیقه بیوا و بگیم صرفش کنی چی میشه حیا شما ندارین ما در برای حیا گپ زدم کو الحیا شعبة من الایمان حیا نیست ایمانه کم حیا نداره ایمان نداره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه شما چخم جوان مردین چخم مردکین بو میخیزیم بو نایسه مرا اکا ما رو دلیده میکنیم ما رو شرمنده شدیم خیلی التماس دیگه نمیکنیم اکا میدونم که زاپیس کردی زنده مثلا ما گو نیستم اکم بور نیست که من این چیزا رو نفهموندم پرتو گفتم اون قنبای سوز پرتو گفتم مایل خیلی شرمنده شدن شدی اونه که میگیرم تا گفتم مایل آنا ما تر زاپیس کردم چیه ما گفتم مرا پخ نیست گفتم زاپیس کردی چی دیگه من میدونم که تو زاپیس میکنی گفتم ده به همین خاطر برای مرا بیزرز نیست زاپیس میکنی چیکار میکنی کدام گلو بوی کازا پرتو گفتم به ننگ به ناموس بدیم خب میمونی فهمیدی مردک نیستش مو جوان مرد نیستیم بم برین امو رستونه به ناموس و پات میرین در اونجا کارای فحش حرامی میکنین بعد میزنین در جا حرام میبرین در راه در گرانیسه راه رو ده با مردم بیچاره میگیره یک آدمی که در دیسکوتک میگشت در کیم که جو میگشت با پول میپرتوی زبر جمع میکنه میاره بو میگیرن و میکنه صدقه سرت ماشاءالله خیلی خودتون فکر کنید برادر عزیز فکراتون رو بنویسین در کامنت نسبت همین گپ‌های ما چی فکر دارین شما چی گفتنیا دارین ان شاء الله ما گوش میکنم میخونم خیلی راست شما میگم بدبختا رو بی ولی نویتش میگه که اونجا ببینین یک مسئله اونجا یک زنک بچهش میگن با آبرو بوده چی بوده تیپا افتاریته داشته او چش اینجا رقص کرده سه تای پای مردکا ده همون ما نه خخشو نفهمیدیم چی مسئله همی خیلی همین جوان مردم ده مثل جوان مردی تیپ جوان مردم نیستی بگیم ما میشه چخیت مثل مادری ته میخیزه در تای دستی کیم کدام جو مثل در اونجا سرود خونده و رقص کرده و پول چوشده در بالای سرش تو هم خیلی کارو میکنن دکشو راست میگه تو جوان مردک باشی بگی مادر ته بفهمونش بگو نه که خیلی دکور نیست و چه جان چی دکوره مثل ما مثل شرمنده میکنی گپ میزنی نمیدی بفهمونی خدای مهربان در حفظ زمان خودش ما را نگه داره. سلام علیکم و رحمت الله.